خب امروز میریم سراغ یه تکنیک پیشرفته که حالا میتونه توی خیابون، توی یه سری از حمله های خیابونی کاربرد داشته باشه و اجرای این تکنیک خیلی سخته، خیلی دقیق باید اجرا بشه و احتمال اینکه حریفتون صدمه ببینه در این تکنیک زیاد هستش. ممنون میشیم که اگر سوالی دارید از حالتهای خیابونی حتما به ما دایرکت بدید، از ما سوال بپرسید و ما هم سعی میکنیم در اسرع وقت تکنیک رو واسهتون فیلم بگیریم و آپلودش کنیم. حالا تکنیک رو اجرا میکنیم، اول سعی میکنیم خیلی آروم اجرا کنیم که بتونید با دقت ببینید. عرضم به حضورتون که حریف به ما یک ضربه شومه میزنه، همزمان دست ما میره بالا، این رو قبلا توضیح دادیم و زیر آرنجش رو میگیریم. حرکت بدی به این صورت هست که ما میتونیم بیایم اینجا یک ضربه به گلوش وارد کنیم، میتونیم با آرنج بزنیم توی قفسه سینش و یا داخل بیضه ضربه بزنیم. در سبک حالا میسیکای یا سبک نیشیو سنسه جوری این رو میزدن که همزمان شما با یک دست بالا رفتن میتونستید 3 تا ضربه وارد کنید به حریف و این یک کاری بود که انجام میشه در رده های بالاتر و حرفه‌ای تر و جز ملزومات هست. پس دست حریف که میره بالا به این حالت میایم یک ضربه خم میشیم و تکنیک رو اجرا